تو گوشت و پوست و استخون ایرانیا این نهادینه شده که به زن ظلم کنن. ما از بچگی میدیدیم دیگه، مثلا تو صف نونوایی میرفتیم میزدن، توی صف میرفتن جلوی زن وای میسادن، به زن میگفتن ضعیفه. وقتی که یه نفری یه دفعه میپیچه جلوی شما، ناخودآگاه فکر میکنین که اون شخص زنه. تو اتوبوس بارها و بارها این قضیه رو میدیدم که زنا رو اون عقب میذاشتن. این اصلا خودش یه رفتار زن ستیزانه. یا مثلا میگن که مرد و قولش، مرد باش وایسا سر حرفت. خب این خودش یک ادبیات زن ستیزانه است. به زنا ظلم میشه. ما تو گوشت و پوست و استخونمون این قضیه وارد شده. یا حتی تو توهین هایی که اتفاق میفته، دقت کن، فلان شعر نگو، فلان مغز، زن ستیزانه است. و همین موارد باعث این میشه که